با وجود نامساعدی هوای فصل زمستان امساله باغپروانان ناحیه شهرنو تدبیرهای سریع را اندشیده به زمین‌های یخ‌آب می‌مانند. باید گفت که برای باصفت به انجام رساندن یخ‌آبمانی در تمام خواجگی‌های خرد و میانه ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است. باغپروانان ناحیه شهرنو میگویند که نگاهبینی خوبی درختان میوه‌دهنده این امکانیت فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با میوه تلو تازه بهتر می‌شود. از این لحاظ همه کوشش خود را برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد این ساحه روانه کردند. من امسال دیده استادیتان که قریب 8 ماه شد همین منطقه به مسئله آب باران کم شده است. برای همین ما مصلحت کرده همه اعضا قطع مصلحت کرده من دوم بار شده است که همین درخت‌ها به همین یخ‌آب داده استادیم. این یخ‌آب بسیار فایده کلان دارد چون که آینده به همین خودش به درخت‌ها همین درکاری و یا آب میگیرد. بعد همین وای شوی درخت بیدار شوی درخت هم کمتر عقب میکشد. اگر آینده نمیدانیم که مثلا چقدر آب و هوا میشد، هوا و ممکن خنک شود، همین وقت خنک شد همین ممکن ضرر غنچه همین درخت به ضرر رساندن است که همین آب مانی همین خیلی چیزای عقب میکشند. این فایده کلان دارد. این من حاضر دوم مرتبه ما آب درستمون دیده استادید تگوی درخت همشه وای کردیم پایول کردیم. در حالت نگاهبینی درست درختان باغداری هم ساحه سردرآمد به حساب می رود. مثلا رعایت حتمی قاعده‌های اگرتکنیکی و استفاده داروهای ضد حشرات ضرررسان اساس سرحاصلی این نوع‌های میوه ارزیابی می شود. تجربه‌های سال‌های آخری خواجگیداران نشان داده است پرورش شفتالو، انگور، سیب و آلو در حالت نگاهبینی خوب نتیجه‌های دلخواه می‌دهند. البته ما حرکت میکنیم که همین حاصلناکی زیاد شود و همین ریسپوبلیکا ما حلق ما همین میوه همین صفتناقت تامین کنیم. این البته آینده مملکت ما بسیار باعث شود به یاردم کلان میرساند. من پارسال همین ما همین انگور قریب از هر گیکتر 80 تن انگور گرفتیم. از هر یک گیکتر قریب همین 50 تن همین و سیب گرفتیم. این البته این و آینده ما مصلحت کردیم. من حکومتی ناحیه ما به دستگیری کرده است. آینده ما همین یک تا سردخانه یک تا تپلیتسه میکنیم که همین سال دراز مملکت ما حلق همین نواحی شهر دوشنبه همین سبزابت‌های همین میوه‌های خاطی صفتناک خاطی تامین میکنیم. این مسئله به حکومت ناحیه البته ما به یاردم میکند. از طرف حکومت مملکت واقعا در دوران صاحب استقلالی توجه به ساحه کشاورزی خیلی زیاد شده است. البته همه این دستگیری‌ها در دایره برنامه‌های جداگانه اید به استفاده مقصدناک زمین راه اندازی گردیده، نتیجه آن فراوانی و ارزانی در بازارهای مملکت و به این واسطه تامین زندگی شایسته مردم تاجیکستان میباشد.